سلام خدمت دوستان عزیز و خوشامدگویی به کانال آشپزی با سنا. در این ویدیو طرز تهیه قهوه ترک سنتی همراه با شیر آموزش داده میشه که به نظر من مزهش از قهوه ترک معمولی خیلی خوشمزه تر هستش. در واقع آماده کردن قهوه ترک به همراه شیر تمام استپاش دقیقا مثل آماده کردن قهوه ترک هستش، با تنها تفاوت این که به جای آب از شیر استفاده میکنیم. در این صورت مواد مورد نیازمون شیر، شکر و قهوه ترک که ترجیحاً کیفیتش خوب باشه. دقیقاً مثل آماده کردن قهوه ترک، ابتدا توی فنجونی که میخوایم قهوه‌مون رو سرو کنیم این دفعه شیر میریزیم و دقت کنید هر یه فنجان قهوه شیر برای یک نفر هستش و اگر برای 3 نفر قهوه درست میکنید 3 فنجان قهوه شیر آماده بکنید. بعد از اون شیر رو داخل شیرجوش فلزی میریزیم. پس از اون شکر رو اضافه میکنیم. من اینجا 1 قاشق چایخوری شکر اضافه میکنم. از نظر شیرین شدن قهوه ترک 3 مدل قهوه ترک ما داریم، یکی کم شکر، یکی با شکر معمولی و یکی با شکر زیاد، یعنی شیرینی زیاد. اگر قهوه کم شکر میپسندید 1 قاشق چایخوری شکر، اگر قهوه با شیرینی متوسط میپسندید 2 قاشق چایخوری شکر و در صورتی که شیرینی زیاد میخواین 3 قاشق چایخوری اضافه میکنیم. در ضمن میتونید قهوه رو بدون شکر هم درست کنید اگه مایل نیستین هیچ گونه شکری داشته باشه. پس از اضافه کردن شکر قهوه ترک رو اضافه میکنیم. توجه کنید برای هر یک نفر 2 قاشق پر چایخوری قهوه ترک باید اضافه بکنیم. پس از اضافه کردن قهوه به شیرجوش، قبل از اینکه شیرجوش رو روی حرارت قرار بدید تمام مواد رو کاملا با هم مخلوط میکنیم. نکته اول اینکه برای درست کردن قهوه ترک همیشه باید قبل از قرار دادن شیرجوش روی حرارت تمام مواد کاملا با هم مخلوط بشه. ممکنه خیلی جاها به شما بگن که بعد از اینکه قهوه ترک و شیرجوش رو روی حرارت میذارید باید مدام هم بزنید و این کاملا اشتباه هستش. برای درست کردن قهوه ترک به روش سنتی هیچ وقت قهوه ترک رو روی حرارت نباید هم بزنید. بعد از اینکه قهوه رو کاملا هم زدید اون رو روی حرارت ملایم قرار میدید. دقت بکنید که حرارت همیشه باید ملایم باشه برای درست کردن قهوه ترک و هیچ وقت حرارت رو نباید زیاد بکنید. بعد از چند دقیقه میبینید که روی سطح قهوه ترکتون حباب‌های ایجاد شده. خیلی آروم با قاشق این حباب‌ها رو از سطح قهوه بردارید و داخل فنجونی که میخواید قهوه رو سرو بکنید بریزید. اگر حباب‌ها دوباره ایجاد شد دوباره این کار رو تکرار کنید. بعد از چند دقیقه دیگه میبینید که یک کف تقریبا سفید رنگی سطح قهوه ترک رو پوشونده. دقت کنید قهوه رو به هیچ وجه هم نزنید. بعد از اینکه احساس کردید قهوه در آستانه جوش اومدن هستش باید قهوه رو از روی حرارت بردارید و قهوه آماده هستش. نکته دوم این هستش که زمانی که قهوه شروع به جوش کرد سریع باید از روی حرارت برداشته بشه. اگه قهوه‌تون زیاد روی حرارت جوش بخوره طعم اصلی قهوه از بین میره و حالت تلخ مزه پیدا میکنه قهوه. زمانی که قهوه آماده شد و خواستید اونو داخل فنجون برای سرو بریزید دقت کنید برای اینکه اون کف سفید رنگ روی قهوه از بین نره باید خیلی آروم قهوه رو به فنجون منتقل بکنید تا باعث بشه که این کف سفید زیبا روی قهوه باقی بمونه و قهوه‌تون شکیل تر بشه. پس نکته سوم این که قهوه رو باید به شکل فوق‌العاده آروم به فنجون سرو منتقل بکنید تا کف سفید روی قهوه باقی بمونه. بعد از اینکه قهوه رو به فنجون منتقل کردید چند دقیقه کوتاه صبر بکنید تا مواد قهوه کاملا ته‌نشین بشه و بعد میتونید اونو سرو بکنید. نکته چهارم این که درست کردن قهوه ترک حدود 7 تا 10 دقیقه طول میکشه و در این مدت باید همش بالا سر قهوه باشین و قهوه رو ترک نکنید و هیچ وقت حرارت رو زیاد نکنید تا اینکه بتونید قهوه‌تون رو سریعتر درست بکنید. اگر این کارو بکنید متاسفانه طعم واقعی قهوه ترک رو نمیتونید داشته باشید. امیدوارم از ویدیو امروز لذت برده باشید. فراموش نکنید حتما عضو کانال من بشید تا از ویدیوهای جدیدی که من آپلود میکنم اطلاع داشته باشید.